تشت رسوایی این وطن فروشا یه جوری از بام افتاده که آقا غیر ایرانی‌ها دارن اینا رو مسخره میکنن. این فیلم رو ببینیم همین بغل. یه کاربر غیر ایرانی منتشر کرده، گفته این ایرانیای مهاجر وقتی که آمریکا حمله کنه به خونه مادر بزرگشون تو ایران همینقدر خوشحالن. یعنی اصلا واسه اونا قابل درک نیست. آقا تو مهاجرت کردی دیگه، اومدی بیرون از کشورت داری زندگی میکنی، خانواده، دوست، فامیل، آشنا، هموطنات، اصلا هیچ کدوم خاکت ایرانه. بعد تو میگی آقا حمله کن، بمب بزن. اونا نمیتونن بفهمن یعنی چی، که خب طبیعیه. دیشب فیلم نشون دادیم، طرف میگفتش که ما اولین ملتی هستیم که از کشور خارجی میخوایم حمله کنه به کشورمون. با افتخار میگفت. البته تو غلط میکنی، اینو نسبت میدی به ملت ایران. شما اولین ملت نیستید، ملت ایران اینو نمیخواد. شما اولین گونه جانوری هستید در تاریخ. این تو حیوانات هم نمیدونم یه همچین چیزی هست که برن مثلا به دشمنشون بیان آقا حمله کن، بیا مثلا هر دوم ما رو بخور.